السلام علیکم داملا حاجی میرزا، فقط از شما یک خواهش دارم که من در حق شما بعض گمانهای بد و سخنهای نادرست میزدم، مرا ببخشید داملا. انشاءالله ما شما را بخشیدگی. این کدام برادری بود است در حق شما گمانهای بد و یا شاید سخنهای بد گفتن، ما انشاءالله هر کسی که تا امروز گفت یا آینده هم که میگد ما همش بخشیدگی هستیم، همش بخشیدگی هستیم. انشاءالله باید که ما زیر ملامت باید قرار گیریم، باید نسبت ما سخنهای بد و گمانهای بد بسیار باشد. انشاءالله این فضل ما است، انشاءالله این برکات همون است که ما یعنی چیز خدمت در راه اسلام کردیم. وقتی ما آرام باشیم، وقتی ما یگان سخن بد نشنویم، یگان شکنجه نبینیم، یگان فشار نبینیم، پس معلوم میشه که خدمت من هیچ نتیجه نداده است. انشاءالله این نشانه نتیجهش است. ما چه عذاب دیدیم؟ ما هیچ شکنجه ندیدیم. سخنهای وزنین ترینی که رسول اکرم و چهاریار میشنیدن، اگر اونا را باور کنم، من یاد کنم، و خدا قسم موی تنه ما و شما میخیزد. لیکن ما هیچ چیزی ندیدیم تا حال. برای من هر گمان بده که کردین انشاءالله من همه شما را بخشیدم و آینده هم که کنین من شما را بخشیدم. فقط به ضرر شما حل می شود که در نامه اعمالتان خدا گناه می نویسد. زیرا الله در قرآن یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. زیرا پروردگار میگوید ای کسانی که ایمان بر خدا دارین، از گمان پرهیز کنید که بسیاری از گمان این گناه هستند. شما گمان بد در حق یک برادر مسلمان تا نکنید. هیچگاه در حق او یگان بدبینی و یگان تهمت پیوست نکنید که شما در نزد خداوند جواب میگویید. لیکن هر کسی را که ما در حق او تهمت، بهتان، گمان بد میکنیم، وای برد میکند، وای غلبه نسبت وی هست. زیرا روز قیامت از ثوابهای تو میگیرد و گناهاش در تو میبخشد. هیچگاه میلش در راست ما کردین، ما شما را بخشیدیم، لیکن در راست هیچ برادرتان شما گمان بد نکنید. هیچ برادرتان در قفای او شما غیبت و تهمت نکنید. همین مؤمن اساسی، مسلمان اساسی شوید. چگونه که آیت جمعه پیشین خواندم یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة. الله گفت در همین اسلام با پررگی درآیین، با زبانهاتان درآیین، با دستهاتان درآیین، با شکمها و پایهاتان درآیین. در یک قسمش ایمان داری و در یک قسمش ایمان نیاری، این نشانه منافقی هست. برای همین پرره مسلمان شوید. در قفای یک برادرتان سخنهای بد نگویید. ما و شما الحمدلله مسلمان هستیم که ما باید پراکنده نباشیم. ما با یکدیگر باید که دوست باشیم. باید در بین ما و شما شفقت و مهربانی باشد، غمخواری باشد.